اینم کوههای روستای دامران که آمدم برای تفریح. اینم قله سامی، اونم روستای دامران. بله، حالا باید به همین حالت برم. بله، این روستا عزیزان چندین سال روستا در 30 کیلومتری دامران است. رفسنجان، ببخشید 30 کیلومتری رفسنجان و جاده‌ای که بین‌المللی به طرف زرند میره، بعد مشهد. الان هم که جاده است، داریم میبینی ماشینا دارن میرن. بله، پلهای خیلی خطرناک داره، خیلی جای خطرناکیه. خودتون که مشاهده میکنه توی روستای دیگه. امیدش به خدا دوستان من میرم همینجوری تا ببینم راهی برای پایین اومدن پیدا کنم. امروزم تاریخ 30/11/401 است که خیلی جا وحشتناکی اینجا دوستان عزیز. یه راه ایجا داره که باید برم پایین. خیلی جای خطرناکی دوستان، ولی خب میارزه به گردش. بله دوستان، خیلی سنگای ضرب داره، خیلی ما هم رسیدیم به شیله خطرناک. دوستان میبینی که خیلی جاش خطرناکه. اگر مواظب نباشی این سنگ زیر پاتون بخزه دیگه رفتید. باید خیلی مواظب باشن دوستان عزیز. سال بارندگی قشنگی شده اینجا دوستان عزیز. یه غاری هم اونجا هست که فکر کنم سوراخه، میریم نگاهی بندازیم ببینیم چیه. حالا یا مال گوسفنده چون پشکل زیادی جا هست، جاهایی که خیلی خطرناک دوستان عزیز، جایی که گوسفنده هم اینجا میخوابن. ولی جا وحشتناکیه. اونایی که کوه میرن خواهش میکنن خیلی مواظب